کاری از FH Epic 4 Mind Quest. ترتیبیگه میگه باید الماسا اینجا باشن. هی کریپر نگاه کن، یه آدم اونجاست، اون میتونه بهمون کمک کنه. هی سلام قربان. یه بوم اینجاست، یه بوم بوم، یه بوم بوم، بوم بوم اینجاست، کمک کنین، یه بوم بوم. کی؟ کریپر؟ ناراحت نباش، اون پسر خیلی خوبیه، نگاه کن. کریپر بشین. بله استاد. حالا بلند شو. یا حالا بشین. یا حالا بلند شو. حالا بشین. بلند شو. بشین. بلند شو. بشین. بلند شو. اون خیلی نازه. نمایش خوبی بود. حالا نوبت ماست. جان نه دوباره نه. حالا بعد از نمایش شما بهتر خودمون رو معرفی کنیم. اسم من نیله، واسه اینم چاینیه. سلام کن چاینی. سلام کن چاینی. من استیوم و اینم کریپره. و اینم چارلزه، اونم چارلز دیگه. او خیلی داشه. فهمیدم. وقت مبارزش. مبارزه؟ چاینی خاک پرت کن. کریپر نگاه کن. ممنونم. چه خاک خوشگلی. کارت خوب بود کریپر. حالا کریپر آتشی. حالا نوبت توه. بلندش کن، فشارش بده. آی استاد. کریپر. ای کمک. آقای فاری فارز رو فرش کن. فاری فارز. فاری فارز. شوخی کرد. حالا از فن قوی استفاده کن. باشه. اوپس. لعنتی. خب بهتره یکی دیگه بسازم. هوا داره تاریک میشه، بیا بریم خونه. امروز واقعا روز خیلی عجیبی بود. بهتری بری پیش اون بخوابی، همون چاینیه. اون واقعا پسر خوبیه. استاد من باید امشب اینجا بخوابم. نه کریپر، برون خیلی خوبه. چند دقیقه بعد اونا به الماسا نزدیکتر شدن. من نتونستم اونا رو بگیرم. شما دوتا کله پوک و اونا بگیریم. این عکس عالی به نظر خیلی لایک میخوره تو اینستاگرام. خیلی خوب باشه، زود باش کارتو انجام بده. خب امیدوارم لایک زیاد بخوره چون داره آپلود میشه. خیلی خوب، برو دنبالشون. باشه رفتم. این داستان ادامه دارد.
کاری از گروه FH تیم. دوستان هرچی که خواستیم ما بگین تا بذاریم. امیدوارم از ویدیوهای ما لذت برده باشید. فعلا قسمت 5 در دست ما نیست، ولی در عرض چند دقیقه میتونیم اونو پیدا کنیم و اونو آپلود میکنیم که شما لذت ببرید. فعلا خدا نگهدار دوستان. کاری از FH تیم. منتظر فیلم های بعدی ما باشید. فعلا خدا نگهدار دوستان. باز